ина қатори мошинҳо вориди бӯстонсарои ҳукуматӣ мешаванд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
من همچون президент سوگند یاد میکنم که کنستیتوسیا و قانونهای جمهوری را حمایت می‌نمایم. تأمین حقوق و آزادی ها و شرف شهروندان را کفالت می‌دهم. سرزمین، استقلالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان را حفظ می‌کنم. به خلق صادقانه خدمت می‌نمایم. جان تشکر. مرحمت. هموطنان عزیز، محترم اعضای مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان، حاضرین گرامی، در این لحظه های پر افتخار با کمال احترام و محبت و صداقت فرزندی به تمام مردم شریف تاجیکستان و هموطنان برون مرزی ما که روز 11 اکتبر سال روان در چهارمین بسیار مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اعتقاد و باوری بزرگ ظاهر نموده سرنوشت خود و تقدیر مملکت را به دشمن واگذار کردند، سپاس بی پایان و منتداری صمیمی بیان می نمایم. همچنین با احترام بی‌نهایت بزرگ ایثار می‌دارم که من همچون یک فرزند خلق عزیز تاجیکستان هنوز از روزهای اولی فعالیت خود
در منصب رهبری دولت از پشتیبانی صمیمی مردم شرفمند کشور دعای خیر پدر و مادران، سابقه‌داران و پیران روزگار و مخصوصاً دستگیری فعالانه جوانان وطن دوست و باننگ و ناموس روح نیروی تازه گرفته در جاده رفع مشکلات نهایت سخت و سنگین سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور با اراده مستحکم و عزم قوی قدم می‌گذاشت. من از مردم عزیز تاجیکستان یک جهان سپاسگزارم که زحمت و تلاش‌های مرا با اشتراک فعالانه خود قدردانی کرده محبت و صمیمیت نسبت به من داشتهشان را با دادن رأی خویش اثبات نمودند. канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.